الحمد لله الذي قال في كتابه أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروز را آغاز کنم و موعظه امروز دوام جمعه های گذشته هست از حیات و فعالیت حضرت عمر رضی الله عنه. اولا همه شما را برادرای عزیز و گرامی، مادران و خواهران، روز سید عید فیتر تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند خواهان او هستم که همه آن عبادت و روزه‌ای که در این ماه از جانب خدا همگی را قبول بگرداند و خدای مهربان همه شما را باز تا عید فطر آینده صحت و سلامت خداوند نگه دارد. هر آرزو و امیدهایی که در دل دارین خداوند اگر نیک باشند برآورده بگرداند. گذشتگان همه ما و شما را خداوند رحمت و مغفرت گرداند، بیماری ها ما شفای کامل نصیب بگرداند و همه مسافرانی که از جانب ما و شما، از جانب این مردم تاجیکستان وجود دارند، خداوند صحت و سلامت به خاندانشان برساند. آمین یا رب العالمین. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمود، چگونه که من در خطبه برای شما خواندم: لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. ای امت مسلمان، ای بندگان خدا، حبیب خدا تأکید میکند لا تسبوا اصحابی، به اطرافهای من، به اصحاب من، به همنشینهای من، به چهاریارهای من چقه نشوید، به اونها دخالت نکنید. این همنشینهای مرا، این اطرافینهای مرا، علی الخصوص این چهار یار مرا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم، همیشه با خیر یاد کنید. حبیب خدا تأکید میکند نکند که یکی شما لغزش کنید، نکند که شما یگان راه غلطی را برای خود اختیار کنید و یکی از این صحابه های مرا مورد دشنام و تحقیر قرار دهید. مبادای از شما این عمل سر نزند. حبیب خدا تأکید دارد. جوانای عزیز،
و برادرای خیلی مهربان، سخنهای پیغمبری خدا را اطاعت کردن بزیمه همه ما و شما شرط و ضرور است. اطاعت رسول اطاعت خدا هست. عاصی شدن رسول عاصی شدن نزد الله هست. همیشه صحابه های پیغمبر نام اونها را شنیدن برابر، شما باید که درود و رحمت خدا بر روح اونها باد، از زبان شما باید که صدا دهد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا تمس النار مسلما رآنی او رأى من رآنی. هیچ وقت آتش دوزخ نزدیک نمی شود به شخصی که اگر وی چهره مرا دیده باشد. حبیب خدا میگوید هیچ وقت آتش دوزخ به آن مردها و زنهایی که چهره مرا دیدند و در صحبت من نشستند، آتش دوزخ برای اونها حرام است. شما تصور کنید که این 4 یار پیغمبر هیچ وقت از اطراف پیغمبر خدا جدا نبودند، همیشه با حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بودند. در دوام گفتن حبیب خدا یا کسانی که دیدن صحابه های مرا، اینها هم آتش دوزخ کار ندارند. مقصد تابعین است. آن کسانی که باز کسانی را دیدن که آن کسان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیدند. ابو سعید خدری میگوید که حبیب خدا گفتند ما من نبی الا وله وزیران من اهل السماء و من اهل الارض. هیچ پیغمبری نیست که 2 وزیر در آسمان و 2 وزیر در بالای زمین نداشته باشد. همه پیغمبرها همراه خود 2 وزیر از آسمان و 2 وزیر از اهل زمین داشتند. و اما وزیرای من اهل السماء فجبرائیل و میکائیل. حبیب خدا گفتند امت اسلام من برای شما وزیرهای خودم را اعلان میکنم. وزیران من از آسمان این جبرائیل و میکائیل بود. و اما وزیرای من اهل الارض فابوبکر و عمر رضی الله عنه. لیکن وزیرهایی که در روی زمین داشتن اینا ابوبکر و عمر بودند. اینا وزیرای پیغمبر خدا بودند، همیشه با پیغمبر خدا بودند. عبدالله بچه حضرت عمر میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز وارد مسجد شدند و ابوبکر و عمر معه، همراه ابوبکر بود و همراه عمر رضی الله عنه بود. احدهما عن یمینی و الاخر عن شمال. عبدالله ابن عمر میگوید حضرت ابوبکر از جانب راست بود و حضرت عمر از جانب چپ رسول اکرم بود. و هو آخذ بایدیهما. عبدالله میگوید قسم به خدا من به چشم خود دیدم که دستهای پیغمبر در دست هر دو این وزیرهاش بود. دست چپ در دست راست حضرت عمر، دست راستش در دست راست حضرت عمر. در بین مردم چه گفت؟ هکذا نبعث یوم القیامه. مردم آگاه باشید که روز قیامت وقتی خداوند به ما جان دوباره میدهد، انا همچنان دستهای این وزیر در دست من و ما از قبر بالا میشویم. همراه ابوبکر و عمر هستند. لو كان بعد نبی لكان عمر ابن الخطاب. حبیب خدا میگوید اگر پیغمبری به من خاتمه نمیافت، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. این حدیث های پیغمبری خدا دلالت بر این میکند که ما با این 4 یار پیغمبری خدا بسیار با احتیاط باشیم. نام ایشان شنیدن برابر در حق ایشان رحمت روان کنیم و همیشه کاری کنیم که حیات ابوبکر، حیات عمر و عثمان و علی
برای ما الگو باشد، برای ما دستور باشد، برای ما در زندگیمان عبرت باشد. دوام حدیثی که من اول خواندم، صحابه های مرا دشنام ندهید. در دوام چی گفتند؟ لو ان احدکم، امروز اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، رسول اکرم به تمام 1.5 میلیارد مسلمان مراجعت دارد. اگر ای مردم مسلمان، اگر شما مثل کوه احد، یک کوه خیلی برجسته و بزرگ، از طلا اگر در راه خدا صدقه کنید، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، شما در ثواب و پاداش برابر نیم تنگه که صحابه های من در روی خدا خیر کردن برابر شدن نمیتوانید. نیم تنگه که در راه خدا خیر کردن، اگر مثل کوه احد خیر کرده باشین، در ثواب و در پاداش به اونها برابر شدن نمیتوانید. اونا مسلمان های اصیل بودند. اونا مسلمان هایی بودند که همه عملشان خالص از برای پروردگارشان بود. امروز اگر ما صدقه هم که کنیم، حتمی در صدقه من یگان کسی را شریک میگردانیم. حتمی او را باید که از روی ریا انجام دهیم. پیغمبر خدا این با نور نبوت فهمیدن و گفتند که هیچ وقت صدقات شما و صدقات صحابه های من برابر شدن نمیتواند. من در اول این سخن برای چی یاد کردم؟ چگونه که در حضرت ابوبکر برای شما گوشزد کرده بودم. برادرای عزیز و گرامی، شاید که کسان پیدا شوند و نسبت این 4 یار پیغمبر خدا سنگ زنند، اینها را زیر مورد محاکمه قرار دهند، از حیات اینها، خطایهای اینها را در بین مردم فاش کنند، لیکن ما استاده و گوش اندازیم، به خدا قسم ایمان ما و شما کامل نیست. خاموش نایستادن من معناش این است که ما در جواب او باید که رد داشته باشیم، اونها را قبول نسازیم، اونها را هیچ وقت در این سخنهای تحقیر آمیز و نادرست هیچ وقت باید پیرو نشویم. ما حق نداریم که خدا رحمت کند صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه را در فقه اکبر میگوید ولا نذکر احد من اصحاب رسول الله الا بخیر. هیچ وقت آدم مسلمان حقوق ندارد که صحابه های پیغمبر خدا را با بدی یاد کند، بلکه در گردن هر یک مسلمان شرط این است که آنها را فقط به خیر یاد کند. برای همین دادرای عزیز، من 2 جمعه اطراف قصه های عبرت آموز حضرت عمر برای شما قصه کردم. همه این به خاطر او هست که ما محبت حضرت عمر را باید در دل داشته باشیم. حضرت عمر را دوست داریم و اگر مثل عمر هم که در اسلام خدمت کردن نتوانیم، اقلا یک حصه حضرت عمر را در دین مان، در جامعه مان، در اسلام مان خدمت کنیم. همه این قصه ها مخصوص برای همین است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار همراه صحابه ها نشسته بود و به سخنرانی آغاز کرد. گفت حبب الی من الدنیا ثلاث، من دنیاکم ثلاث. امتان من، پیروان قرآن، من از همین دنیایی که حیات دارم، همراه شما زندگی دارم، 3 چیز از این دنیا را دوست می دارم. حضرت آغاز کردن الطیب و جعلت قرة عین فی الصلاة و النساء. یکم خوشبویی را دوست می دارم، همیشه می خواهم چه شب باشد چه روز باشد، چه در حالت بیداری چه در حالت خواب، خوشبویی بدن من بوی خوش کند. حتی ببین خدا رحمت کند فقهای ما و شما را، حتی مرده ها ما نمیگویند خوشبویی کنید مرده ها را. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ما برادرای عزیز و گرامی همیشه بوی خوش کنیم، همیشه از بدنهای ما و شما بوی عطر، بوی مشک همیشه می برآمدگی باشد.
این حبیب خدا دوست می داشتند. چیزی را رسول اکرم دوست داشتند ما نیز باید که دوست داریم. الحمدلله امروز اینقدر خوشبویی ها زیاد هستند. استفاده بر این زنده کردن سنت پیغمبر است. شما در پیشگاه خداوند اجر پاداش میگیرید. نگوید من موسفید هستم، نگوید که من کمپیر هستم، نگوید که من جوان هستم. مثلا همه شما باید که بوی خوش کنید. دویم حبیب خدا گفتند نماز دوست می‌دارم، عبادت دوست می‌دارم. سوم چیزی که رسول اکرم گفتند این بود که زن را دوست می‌دارم. مقصد از زن آن زنهایی که در نکاح داشت مطلب این نیست، بلکه زن را دوست می‌دارم. مقصد زن چی مادر باشد، زن چی خواهر باشد، زن چی زن مسلمان باشد، به خاطر خدا اینها را دوست می‌دارم. ما نیز باید برادرای عزیز، چند روزه که به من سوال می آید، الحال در خانه منتظر جوابم، همگی شکایت است و شکایت است و شکایت. چی زنها از مردها شکایت دارند، چی مردها از زنها شکایت دارند. دادرای عزیز و گرامی، فرمان الله هست، فرمان پیغمبر خدا هست، با زنهاتان نیکویی کنید، با زنهاتان معامله خوب کنید، زنهاتان دوست دارید. رسول اکرم ولی نسائکم علیکم حقا میگوید یقین دانید که انا همین زنهایی که امروز در نکاح شما هستند به گردن شما حقها دارند. چه حق دارند؟ حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که بیهوده نزنید، زنها را سیاه و کبود نسازید. دوم اینکه زنها را دشنامهای قبیح ندهید. این فرمان پیغمبر خدا است، اجرا نکنید دادرای عزیز، در پیشگاه خدا گناهگار میشوید. سوم اگر زنها به خاطر که مبادای شما را دلتانم که رنجاندن، به خاطر که اونها را درس دادن، اونها را تعلیم دادن، جایگاه خوابتم که از پهلوش جدا کردی، در همون خانه جدا کن که خود زن در همون خانه خواب است. دیگر اینکه طعام زنها هم به گردن شما هست، زنها را از طعام آماده کنید. دیگر لباس گفتن پیغمبر خدا، لباس های زنها هم به ذمه شما هستند. ولی امروز عید است، من باور دارم، لیکن برای زنها نخریدن، برای دخترهاشان لباسی خوب نخریدن، برای مادرهاشان لباسی خوب نخریدن. اگر بعضش برای زن و دخترش خریده باشن، برای مادرش خریدگی. مرد نزد رسول اکرم آمد، ما احق الناس بحسن صحابتی، از همه در نزدیکترین نزدیک پیغمبر خدا به سوی من کیست؟ حبیب خدا چی گفتند؟ امک ثم من، امک ثم من، امک. مادرت گفتند. حبیب خدا یاد کردند. من نمیگویم که در زنهاتان خدمت نکنید، لیکن حق اول حق مادر است. مادر را خوشنود کنید، مادرهاتان یاری رسانید، مادرهاتان دعاشون در این روزهای خیلی پرقیمت گیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که امر کردن که زنها را نزنین، ولا تضربوا اماء الله، حدیث صحیح است، شما زنها را نزنید گفتند. حضرت عمر رضی الله عنه حجره پیغمبر در آمد، زائرن النساء علی ازواجهن. پیغمبر خدا شما گفتید زنها را نزنید، طی چند ماه شد که ما زنها را نمیزنیم، با زنها کار نداریم، لیکن این زنها از حد گذرانیدن، ما را اطاعت نمیکنند. حضرت عمر گفتند فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ضربهن. پس حضرت عمر گفتند حق میگویی؟ آیا اطاعت تا نمیکنن، گوش تا نمیکنن، سخن شما را اجرا نمیکنن؟ گفت بله. گفت پس رفته آدابشان دهید. وقتی آمدن مردها، آدابی که پیغمبر خدا گفت ضربهن غیر مبرح بود، زنید آن مقداری که وجود اونها آثار کبوتی و سیاهی را نبیند.
لیکن مردها از حد که گذرانیدن، زنها یک جمعیت جمع شدن و اطراف خانه پیغمبر خدا را فرا گرفتند، گردی حمایی کردند. گفتن زن پیغمبر خدا مردها ما را میزنند، مردها ما را عذاب میدهند. رسول الله در بین صحابه ها برآمد اعلان کرد کدام زنی که اگر از کشت شوهر خود شکایت میکند، شوهر او بهترین مؤمن به شمار نمی رود. اینم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند. به این خاطر رسول اکرم زن دوست می داشتند، به خاطر حرمتش، به خاطر شهوترانی نه. اگر پیغمبر خدا آدم شهوتران میشد، همه زنهاش بیوه نمیشد. همه زنهای او بغیر یک عایشه کلا همش بیوه بودند، صاحب 5 فرزند و 2 فرزند و 3 فرزند بودند. اگر پیغمبر خدا شهوترانی میکرد، هر زنی که میگرفت دختری باکره میگرفت، لیکن کلا همش بیوه بودند. از این خاطر رسول اکرم به خاطر مادر بودن، به خاطر زن بودن اونها را احترام میکردند. حضرت ابوبکر در این مجلس اشتراک داشتند، از جای خود خیستند، گفتند ای حبیب خدا، منم 3 چیز را دوست می‌دارم. گوش اندازه این که صحابه پیغمبر چی چیز را دوست می‌داشتند. دادرای عزیز، دوست داشتن اونها را امروز با دوست داشتن خودتان مقایسه کنید. شما چی را دوست می‌دارین امروز؟ اگر شما را پرسند چی را دوست می‌دارین، باور کنید من قسم میخورم به خدا که در فکر شما آن چیزی که در فکر این صحابه ها گذشته بود در فکر شما نمیگذرد. ببین ابوبکر صدیق چی گفت؟ النظر الی وجه رسول الله. یکم چیزی که دوست میدارم این است که هیچ وقت چشم ها ما از این چهره مبارک تو جدا نسازم، همیشه چهره مبارک تو را تماشا کنم. ببین دوم چی را دوست می‌داره ابوبکر؟ انفاق مال علی رسول الله. دوست می‌دارم که تمام دارایی که دارم، تمام بایگری که دارم در بغل تو ای حبیب خدا اونها را ریزم و این تو در راه اسلام صرف کنی. سوم چی را دوست می‌داری؟ ای یکون ابنتی تحت رسول الله. دوست می‌دارم که یکی از دخترهای محبوب ترینم که عایشه است در نکاح تو باشد. ببین 3 چیز ابوبکر صدیق دوست می داشتن. حضرت عمر رضی الله عنه از جای خود خیست. ببینید گفتن حبیب خدا منم 3 چیز را دوست می دارم. چی را دوست می داره؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. حضرت گفتن حبیب خدا من دوست می دارم. چی را دوست می داری؟ امر معروف دوست می دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ نهی منکر دوست می‌دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ دوست می‌دارم که لباسام همیشه از پارگی عبارت باشد. این 3 چیزی بود که حضرت عمر دوست می‌داشتند. ببین امروز بعضی برادرای ما و شما باور کن تا جایی که امر معروف را گوش کند، صدای را گوش می‌کند که این گوش‌ها همش مسئولیت در پیشگاه خدا دارند. اینا در پیشگاه خدا جواب می‌گویند. عمر امر معروف دوست می‌دارد، عمر نهی منکر دوست می‌دارد، عمر لباس پارگیدار دوست می‌دارد. چرا ما دوست نداریم؟ مایلش امروز لباس پارگیدار را نمی‌پوشیم ما و شما، اکنون اون تقوایی را که خدا عمر داده بود هیچ وقت ما و شما را دادگی نیست. لیکن حد اقل امر معروف دوست داریم، نهی منکر دوست داریم. اگر دوست نداریم والله که حدیث پیغمبر خدا هست والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه مسلم. این روایت مسلم است. حبیب خدا گفت در کدام خانه، در کدام محله، در کدام شهری که امر معروف و نهی منکر قطع شد، قسم به خدا که در اونجا عذاب پروردگار می آید. قسم به خدا گفتند عذاب پروردگار در اون خانه و در اون ناحیه و در اون مملکت می ریزد. حبیب خدا گفتند ثم تدعونه، اون حالت پشیمان می شوین، دستاتان می بردارین، دعا میکنین که خدایا این عذاب بردار، فلا یستجاب لکم، خدا دیگر دعای شما را نمیشنود، خدا دعای شما را دیگر قبول نمیکند. این سخن پیغمبر خدا هست. حضرت عمر این سخنها را میدانست، به این خاطر موعظه را دوست می‌داشت، موعظه را احترام میکرد. خدا رحمت کند صوفی علیه را میگفت بهترین عمل که موصوف است
نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در پیشگاه خدا پاداش دارد، اجر دارد، چیست؟ شنیدن سخن خدا هست. شنیدن آن چیزی که خدا نهی کرده است اونها را شنیدن است. دادرای عزیز، همیشه با امر معروف باشید، همیشه نهی منکر گوش اندازید. این برای شما به خدا قسم طبابت است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا در سوره رعد میگوید کدامت اگر میخواین که به کسل دل مبتلا نشوین، یا کدام تو امروز کسل دل دارین، بهترین طبابت برای شما این است که امر معروف و نهی منکر گوش کنید. این دلهای شما را طبابت میکند، این جسمهای شما را طبابت میکند، این عصبهای شما را طبابت میکند. هر جینی که در وجود شما هست با شنیدن امر معروف جین از وجود شما دور میرود. با امر معروف باشین، با نهی منکر باشین. همین یک طبق نان کردی، 4 کس هم فیراد کردی، کاری کن که در بین همون یک اهل علم باشد، یک حدیث پیغمبر خدا را اقلا در گرد همون دیگی که تو کردی و در گرد همون طبقی که تو داری موعظه کند، انشاءالله اون پاداشش دیگر است، اون اجرش دیگر است. حضرت عمر امر معروف دوست می داشتند، نهی منکر دوست می داشتند. بار حضرت عمر می گوید نزد حبیب خدا آمدم و استأذنت للعمره. در مدینه بودیم، از پیغمبر خدا گفتم حبیب خدا اجازتم نمیدهی که حج عمره روم. حج عمره، حج فرضی نه، حج فرضی را حضرت کرده بودن، حج عمره روم. حج عمره هم سنت است. حج عمره در هر یک ماهی که رویم درست می شود. فقط سعی صفا و مروه دارد، فقط طواف دارد، مقصد عرفات ندارد، چگونه که در حج فرضی فرض است. در تمام سال این سنت است. کی که روین انشاءالله شما ثواب میگیرین اگر شرایطاتون باشد. آمدم پیش حبیب خدا و گفتم ای حبیب خدا، میخواهم که حج عمره روم. در حدیث بسیار با دقت باشین چی گفتن پیغمبر خدا حضرت عمر؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. فقال کلمة ما یسرنی ان لی بها الدنیا. حضرت عمر گفتن وقتی که من اجازتی حج عمره را از پیغمبر خدا درخواست کردم، رسول اکرم چنان جواب گو قسم به خدا اگر تمام دنیا را در عوض این کلمه بران میدادن من قبول نمی کردم. تمام دنیا را با تمام قصرش، با تمام زیور و زیوراتش اگر میدادن، من به این جمله که پیغمبر خدا گفت هیچ وقت عوضش نمی کنم. این چی جمله باشد؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. عمر گفتن راه سفید برای تو رو، گفتن حج عمره را بکن لیکن در دعات محمد فراموش نکن. ببین، لیکن در دعات وقتی طواف کردی و در عبادت نشستی، محمد که حبیب خداست در دعات و یاد کن، در حق محمد دعا کن. این از این خیلی بزرگی است برادر عزیز، این خیلی بشارت بلند، این خیلی بهای کلام برای عمر رضی الله تعالی عنه هست. در دعات محمد یاد کن. محمدی که اگر دعای عمر هم نمیشد و در پیشگاه پروردگار محبوب ترین بنده هست، لیکن شرف عمر برای تمام امت اسلام اعلان کرد که ببین از عمر دعا میخواهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. شب معراج بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر یک قبط آسمان در یک پیغمبر را زیارت میکرد. عاقبت پروردگارش زیارت کرد، با پروردگارش هم صحبت شد. بعد هم صحبت شدن اجازت گرفتن که با همراهی جبرائیل جنت و دوزخ سیرش دهد. جبرائیل پیش پیش، رسول اکرم از پس به دوزخ رفتن. دوزخ تماشا کردند که اگر یادتان باشد من یک جمعه در اطراف این سیر پیغمبر خدا در دوزخ برای شما بیان کرده بودم. دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
پیغمبر مهربان که بودند بسیار از دوزخ خسته شدند، عذابهای دردناک دیدند، عذابهای هر گونه را دیدند، بسیار حضرت خسته شدند. بعد از آن جبرائیل دید که حال خستگی و غم و دقت رسول اکرم فرا گرفته است، حضرت جنت آوردند. در جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که من وارد شدم، آن ناز و نعمت جنت که دیدم، خیلی اشتیاق جنت در وجود من بیدار شد و اولین شخصی را که در جنت دیدم این رمیسا بود، این زن بود که در دنیا از خدمت شوهر وارد جنت شده بود. این رمیسا بود، میگوید زن ابو طلحه، خدمت شوهر کردن در دنیا، دعای نیک شوهر گرفتن. رسول اکرم اولین شخصی را که وا خوردم انا همون رمیسای زن ابو طلحه بودن. بعد از آن میگوید وقتی که جنت قصرهاش تماشا میکنم، ولی چگونه ما و شما در تلویزیون اگر یگان مملکت های را که آشیانه های بلند دارد و تماشا میکنیم، میگیم چی دولت های زیبا هست. رسول اکرم به نزد این آشیانه ها میگذشت، در حدیث مبارک میگوید که 60 میل برای یک آدم جنتی پروردگار عمارت آباد کرده است. 60 میل وقتی که من حساب کردم در خانه 300 کیلومتر بلندی شده است. 300 کیلومتر پروردگار برای هر یک جنتی قصر در جنت دارد. ببین در دبی یک عمارت دارن 1 کیلومتر بلندی دارد، تمام دنیا را در حیرت گذاشته است. 1 کیلومتر، الله 300 کیلومتر عمارت دارد برای یک مرد جنتی میبخشش. رسول اکرم وقتی این عمارت ها را تماشا میکرد لذت میبرد. خیلی وقتش خوش شد که امت من وارد این قصرهای زیبا میشوند. بعد از آن میگوید یک قصر را دیدم که در بین همه قصرها فرق کننده بود. این قصر تماما قصر دیگر بود، ساختش دیگر بود. آن چیزی که در اونجا استفاده شده بود اون هم از مصالح های خیلی قیمت استفاده شده بود. فابصرت، نگاه کردم، فقلت لمن هذا، پرسیدم، گفتم این قصر زیبایی که فرق کننده است این قصر کی باشد؟ فقال لعمر ابن الخطاب. ببین جواب از جنت می آید. این قصر که می بینی خیلی دیگرگونه است، این قصر عمر فرزند خطاب است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از شب معراج گشتند این حکایه را در زمین در پیش عمر حکایت دارند، در نزد مردم حکایت دارند، سیر جنت حکایت دارند. حضرت عمر گوش میکرد. وقتی که این سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فاردت ان ادخله، وقتی گفتن این از عمر ابن الخطاب است اراده کردم اینکه وارد شوم، خواستم درونی باید تماشا کنم. فذکرت غیرتک، میگد به سوی عمر نگاه کرد و گفت، عمر میگد پرسید رسول اکرم آیا واردی اون خانه شدی یا نشدی؟ رسول الله گفت که غیرتی تو مرا نگذاشت که وارد خانه تو شوم، غیرتی تو نگذاشت که من وارد خانه تو شوم. رسول اکرم فبکا عمر مثل کودک میگریست در پیش پیغمبر خدا، میگفت علیک اغار، ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، نخواه که من از تو دیده با غیرت تر باشم، نخواه که من از تو دیده جسارتی بلند داشته باشم. رسول اکرم میگوید نگذاشت که غیرت تو نگذاشت که من وارد قصر تو شوم. این انا همان عمر هست که شاید بعض ناخلف ها نسبت عمر تحقیر داشته باشد، بعض انسان های ناپاک و افلاس حضرت عمر مورد محاکمه قرار دهند. انا همون عمر هست که من از زبان پیغمبر ترجمه حال او را، فعالیت او را، بزرگی او را به زبان شما گفته ایستادم، به گوش شما رسانیده ایستادم. حضرت عمر آدمی با غیرت بودند، البته غیرت داشتند. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جهاد برگشتند، با غنیمت بسیار و با غلبه برگشتند. به ناگاه میگوید یک زنی سیاه پوسته در دستش یک دایره داشت، آمد پیش پیغمبر خدا را گرفت و گفت حبیب خدا
پیش از آن که تو جهاد رفتی من نظر کردم که رسول اکرم اگر صحت و سلامت برگردد، با غلبه برگردد، من در پیش او دف میزنم، دایره میزنم. حبیب خدا این من نظر کردم. حبیب خدا گفتن بگذار مادر، گفتن دایره بزن. گفتن این سیاه‌پوست میگه دایره میزد در خانه پیغمبر خدا. این هنگام میگه علی در آمدن، این زن دایره را میزد. حضرت ابوبکر در آمدن، این زن همون دایره زنی را دوام داشت. حضرت عثمان در آمدن، این زن از دایره زنی باز نایستاد. لکن وقتی عمر در آمد، این زن درها دفش را جمع کرد و در یک بیخی خانه نشست. از عمر ترسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خنده کردند، تبسم کردند. گفتند ای عمر، گفتند قسم به خدا، گفتند که از سایه تو شیطان میترسد. شیطان از سایه تو میترسد. گفتند حتی شیطان گفتند از تو میگریزد. ببین شیطان از عمر میگریخت. شیطان سایه عمر دیدن ده قوت نداشت برادر عزیز. لیکن امروز امت اسلام ببینید، امروز شیطان از بعض شخصیت ها میگریزن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا از شیطان گذرانیدن. بله شیطان میگریزد به خاطر که دیگر شیطان لازم نیست برای جسم او، وجود او، زیرا وی آن عملهای را انجام میدهد که شیطان در حیرت گذرانیده است. خدا رحمت کند حضرت جنید قصه معدن حال میزند. مولوی حضرت جنونی چنین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. دوستای خدا با سوز میرفتند در قضای راه. هر طرف این خیل زنای بیگانه و زنای هر گونه را تماشا کردن میرفتند. هر خانه در مثل گاوی بیشاخفن نمی در آمدند. در راه ها سوخته سوخته میرفتند، در فکر خدا بودند. به ناگاه دید اون ملعون شیطان به مکاری شده چو طفل عریان. جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی اون نظاره. نگاه کرد شیطان هم میشناختن، از شیطان دیگر شناخته نمیشود. اونا شیطان هم میشناختن. دید که شیطان خودش را به منزله کودک کرده است و کودک چهل است. هر یک آدم کودک که بیند حتمی یک سری و دستمال میکند، یک دوستداری میکند. شیطان میدانست که خودش به کی مبدل کند و هر یک شخص می آمد این طفل می برداشت. نمیدانست که این شیطان است. بوسه میزد، به او پیسه میداد، به او غذا میداد. جنید که وی شناخت به او نظاره کرد. گفت عیب نمیدانی، عیب نمیدانی گفت که در گردن این مردم سوار بشوی؟ عیب نمیدانی که این مردم با تو اینقدر معامله خوب دارن؟ عیب نمیدانی؟ گفت از خدا نمیترسی؟ لیکن ابلیس چی جواب گفت؟ جواب ابلیس ببینه، بسیار جواب قابل قبول به جنید گفتن. جواب گفتن که جنید دیگر عاجز آمدن. بگفت ابلیس مردم نیست اینها، چو گاو و خرچران در روی دنیا. اینایی که میبینی من سوارشان میشوم، اینا را تو گفت آدم نگو، اینا را مردم نگو. اینا کسانی هستند که چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود مردم همان قوم جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. آجا تو مردم گفت جنید تو هستی، هر یک دم میسوزی، هر یک دم در یاد خدایی، هر یک دم در فکر قیامتی. اینا پروای قیامت هم ندارن، پروای گور هم ندارن. بعضش آنقدر به انصاف است که زنده شدن در قبر باور ندارد، اگرچه نماز هم که خواند. ولی این حقیقت دارد. باور کنین بعضش نماز هم میخواند، قیامت در باور ندارد. زنده شدن در قبر و عذاب و راحت قبر در باور ندارد. شیطان گفت جنید گفت هیچ وقت نگو این خیل. اون مردمی که با تقوا هست، خدا ترس هست، با اونا من چقه نمیشوم، من قوتم ندارم با اونا نزدیک شوم. لیکن اینهایش که از من گذرانیدن، اینا همش گاو و خری من هستن، من اینا را سوار میشوم. اینا معدن حال میگوید، یکی از من نرنجد یگان کس. هرچی میگویم سخن عزیزها هست، سخن خدا و پیغمبر است. به خدا قسم هیچ کدامش سخن من خودم نیست. حضرت عمر غیرت داشتن. رسول اکرم گفتن شیطان از تو میگریزد ای عمر. عمر غیرت داشتن که وقتی عمر عمرو ابن العاص ببینین میر شهری
مصر شد. در مصر میر شهر بود. حضرت عمر در خلافت بودند، سردار بودند، رئیس بودند، کلان بودند، همه اونها در زیر اطاعت حضرت عمر بودند. بار عمرو ابن العاص بچه داشت به نام محمد. این حکایه را، این قصه را انس ابن مالک میکند. میگوید بار در پیش حضرت عمر نشسته بودم. انس ابن مالک میگوید این صحابه پیغمبر خدا هست. به ناگاه میگوید یک شخص دروازه حضرت عمر کشاد، همون کابینتی که حضرت عمر اتاق کارش بود، و خودش را میگوید در زمین پرتافت و داد و وای گفته عمر به دادم برس، عمر جان مرا خلاص کن. گفتن حضرت عمر این حالت در این مسلمان دیدن، حیرتی شدن، گفتن خیز از جاد بنده خدا از کجا هستی؟ گفت از مصر هستم، مصری هستم. گفت چی معامله داری؟ جای آمدی که هر کسی که به تو ظلم کرده باشد قسم به خدا گفت ظلم او را، انتقام او را من از تو میگیرم. سخن بران گفت کی به تو ظلم کرده است؟ گفت در مصر والی داری، میری شهر داری به نام عمرو ابن العاص، بچه دارد به نام محمد. اسب دوانی تشکیل کردند. در این اسب دوانی اسب من پیش رفت. لیکن این بچه که بچه میری شهر بود، بچه سردار که بود، چند قمچین در پشت من زد و مرا قفا انداخت تا که من جای اول اشغال نکنم. بعد که مسابقه انجام یافت، او میدانست که من این شکایت به تو میرسانم، برده مرا در زندان انداختند. من از زندان گریخته به پیش شما آمدم، عمر به دادم برس. حضرت عمر را ببینید چی کار میکند. حضرت عمر ناراحت شدند. انس ابن مالک میگوید بسیار غضب آلود شدند. در او مکتوب نویساندم به عمرو ابن العاص، زمانی که مکتوب را میگیری در حال همراه فرزندت محمد به اتاق کاری من حاضر شد. مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، وجود او در لرزه فرا گرفت. میدانست چیزی سر زده باشد. وقتی آمد میگوید چند روز عمر او را قبول نکرد، چند روز قبولش نکرد، خوب عذاب کشید. بعد از آن قبولش کرد. اول عمرو ابن العاص در آمد، فرزندش ندید، کمی توقف کرد، نگاه کرد که بچه‌ش هم در آمد. انس ابن مالک میگوید من نزد حضرت عمر بودم. گفت ای عمرو، گفت این مردمی که آزاد از مادر تولد شدن برای چی همه اینا برای خود غلام گردانیدی؟ گفت چیکار کردیم حضرت؟ گفت مصری را در آورید نزد من. مصری در آمد. گفت اینا دیدین؟ گفت بله دیدم. حکایه کن. حکایه کرد. قمچین در دست آدم مصری حضرت عمر دادند. محمد بچه را در تنه خرما ببند. بستند. بگیر قصاصت را از بچه آن کسی که افتخاری به پدر و مادرش کردند. بگیر. گفت این افتخاری با همین تکیه بر همین کرده بود و الا این کی دارد؟ گفت در پیش پدرش گفت قصاص را بگیر. گفت این میگوید انس ابن مالک میگوید یک چند ضربه زدن. اول میگوید انس میگوید من بسیار طلبگار بودم که عمر بسیار خوب کرد، قصاص از این مرد گرفت، لیکن وقتی دیدم که بسیار به شدت میزد، حضرت عمر را گفتم که باز دار ویا، بس است برای او. حضرت عمر امر کرد، باز اس گفت قمچین گفت در تنه عمرو ابن العاص بزن، پدری او را بزن. گفت که این آدم مصری آدم عادی بودن. گفتن حضرت گفتن من از شما راضی شدم، من از شما راضی شدم. گفت این کس به من جبر کرده بود، من حقی خود من از پشت این آدم گرفتم، لیکن من به پدر این کس گفت کار ندارم. ببین این غیرت نیست؟ این غیرت حضرت عمر بودن، هم غیرت بودن، هم چی بودن؟ هم عدالت حضرت عمر بودن. خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. اینم روایت مسلم است. ایمان شما کامل نیست ای بندگان خدا تا زمانی که شما خدا و رسول او را از پدرتان، از مادرتان، از تمام یاری رفیق، از تمام نزدیکترین انسان اگر شما دوست ندارید، خدا و رسول او را اگر از پدر و مادر و از یار و رفیق و از مال و چیزی دنیا اگر دوست ندارید، ایمان شما کامل نیست. گفتند پیش از آنکه من دوام اینه که با عمر وابستگی دارد بیان کنم، اینجا یک چیز یادم آمد. ببین رسول اکرم میگوید اگر شما خدا و پیغمبر را از پدر و مادرتان، از فرزندهایتان، از تمام مردم، از آن چیزی که در خزینه داری دوست نداری، ایمان تو ایمان کامل نیست. ایمان تو ایمان کامل نیست. برادرای عزیز و گرامی، حق است این حق است. زیرا رسول اکرم در دیگر حدیث مبارک میگوید که تا زمانی که اگر ما خدا و پیغمبر از اینها دیده بالاتر دوست نداریم، ما حلاوت ایمان چشیده نمیتوانیم، شیرینی ایمان ما حس کرده نمیتوانیم. دیگر این که برادرای عزیز و گرامی، چرا ما الله را دوست نداریم؟ اللهی که به بندگانش مهربان است، اللهی که بندگانش نوازش میکند، اللهی که در قرآن سوره رعد میگوید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. ببین پروردگار میگوید من شما را ای بندگان خدا، ای مخلوقات دوست می‌دارم، به خاطر دوست داشتن برای شما 4 ملائکه را پاسبان پرتافتم. ببین 4 ملائکه شما را شب و روز محافظت میکنند، شب و روز. مفسرای قرآن میگن 2 تا این کرامن کاتبین است که نیکی ها و بدی های شما را مینویسد، لکن 2 این از پیش و از پس تو همیشه تو را محافظت از ضرر جن ها میکند تا که جن ها به شما ضرر نرساند. برادرای عزیز گرامی، آیا این مهربانی نیست؟ یک پدر و مادر یا یک یار رفیقی که یا اگر یک پاسبان یا هم تلخیو که میگویم اگر در ما باشدن، اونا شب خواب میکنن، لیکن اینا خواب نمیکنن، همه زمان اونا بیدار هستن. بندگانش چیکار میکنند؟ پاسبانی میکنند. ببین ما تا این اندازه در بعض مورد انصاف از ما دور است که برای همون پاسبان هایی که جدا کردیم 2 کس باشد 3 کس باشد، شاید کمترین $100 جدا میکنیم. $100 هر یک سری پاسبانه برای که مرا محافظت میکند که یگان شخص بر من نزدیک نشود، برای اونا جدا میکنیم. لیکن همون انسان برای همین پاسبان هایی که خدا از ضرر جن نگاش میکنند، اگر رو گوی $100 در راه خدا تی نمیتد باور کن. $100 در راه خدا خیر کن برای خاطر همین پاسبان هایی که تو را از جن نگاه میکنند. این پاسبان های دنیا که بخیر از بسیار دیدیم، شخصایی که پاسبان داشتن، پاسبانش هم از دنیا گذشت، خودش هم از دنیا گذشت، پاسبان ها پیش راهش گرفتن نتوانستند. لیکن این محافظتچی های پروردگار تو را از ضرر جن نگاه میکنند، تو را نمیگذارن که جن ها در وجود تو درآیند، شما را تیکه تیکه کنند و شما را بیهوش و شما را بی مینه و دیوانه کنند. پروردگار میگه این مهربانی پروردگار است، مهربانی خداوند است که و این لکم فی الانعام لعبرة. ببین خداوند در سوره مبارکه چی میگوید؟ میگوید ای مردم مسلمان، من هستم خدای مهربان. شما نظر کنید در 4 پاها میگوید، نظر کن در گاو نظر کن میگوید و این لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم من بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پروردگار میگوید ببین من چگونه مهربان هستم که از داخل شکم که پر از نجاست و پر از خون است، از داخل او برای شما شیر صاف تازه ببوی برای شما بیرون میکنم تا که شما نوشید. ببین 1 ماه رمضان اکثریت شما با شیر گاو رمضان گذرانیدین، چه از سحر اکثریت شما چه از گرسوز و چه از شیرچای چه از دیگر نمودهایی که با شیر می شود شما استفاده بردین. پروردگار میگوید منم آن خدایی که از داخل این برای شما شیر بیرون کردم تا که شما خورین، تا که شما قوت گیرین، تا که شما پروردگارتون چیکار کنین؟ پروردگارتون شناسید. البته این چی هست؟ اینها مهربانی پروردگار هستند. باید ما پروردگار مانه، پیغمبر مانه،
از پدر و مادرمان، از یار و رفیقمان، از آن چیزی که هست بالاتر البته دوست داریم. حضرت عمر میگوید وقتی این سخنش شنیدن گفتن انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. ای رسول اکرم گفتن تو برای من محبوب تر هستی از همه آن چیزی که در روی دنیا دارم، فقط از جانم دیده، جان من دوست می‌دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن عمر گفتن حتی که از جان تو مگر مرا دوست نداری ایمان تو کامل نیست. عمر میگوید یک دم تفکر کردند و گفتند آخر من همان عمر بودم که همنشین ابو جهل و ابو لهب بودم، من همان عمر بودم که کارت کشیدم برای بریدن گردن همین حبیب خدا، من همان عمر بودم که هیچ وقت حق مظلوم از ظالم نمی گرفتم، بلکه ظلم می کردم، بلکه بالای مردم عذاب و مشقت می آوردم. همه این اصلاحیتی که در من است، همه این بهبودی که در من است، همه این احترامی که نسبت من است، همش طفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. اینت به فکرشان گذرانیدن. گفتم پیغمبری خدا حتی که از جان من دوستت می‌دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حالت در جواب گفتن انا گفتن عمر تو نیکبختی و دنیا و آخرت برخوردار شدی. حضرت عمر صاحب کرامات هم بودن، صاحب کرامات بودن. از صاحب کراماتاش این است، میگه وقتی که همین عمرو ابن العاص در مصر میریشر شدن، مردم آمدن گفتن ای عمرو ابن العاص این مردم از روی کشاورزی نان میخورد، این آب رود نیل بلند نمی شود تا اگر ما یک دختری زیبای باکیره را برده در این حوض نپرتاییم. وقتی این خیل دختری زیبا را میبریم در حوض میپرتاییم آب بلند می شود. حضرت عمرو ابن العاص حیرت دماندن، در حال مکتوب نویساندن به نام عمر. چیکار کنیم؟ حضرت عمر گفتن این وحشانیت است، این در اسلام جایز نیست. در حال یک خطچه نویساندن، یک تومار نویساندن، گوییم مثل تومار برین. در تومار چی نویساندن؟ گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بری بالا ده، به نام آن خدایی که بخشنده و مهربان است، به نام آن پروردگاری که آن چیزی که بین زمین و آسمان است در اختیار او ذات است. و نویساندن ای رود نیل، به دریای نیل مراجعت کردند، ای رود نیل زمانی که این خدچه در تو پرتافته می شود در حال در خدمت مردم آماده باش. نویساندن بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ای رود نیل تو به اختیار خودت باشی، اگر حکم تو در تو باشد، جاری شدنم به اختیار خودت باشد، من به تو کار ندارم. لیکن اگر ای رود نیل، ای دریای نیل، اگر تو در اختیار خدا باشی، در فرمان خدا باشی، به مردم خدمت کن. نویسان مکتوب و دادگو روی نمیره در دریای نیل پرتایی. وقتی میگن این مکتوب حضرت عمر آوردن و در دریای نیل پرتافتن، زمان آب میگوید 6 متر بلند شدن. این از کرامات حضرت عمر رضی الله عنه بودن. بار حضرت عمر حکایت میکند که زمین لرزه شد در مدینه، زمین میلرزید. حضرت عمر یک دره داشتن برای آداب دادن بود، همین دره را گرفتن و در زمین میگوید چنان زدن که گفتن ای زمین، گفتن ساکت باش، آیا من عدالت در بالای تو جاری نکردم؟ وقتی میگوید این سخن گفتن برابر میگوید زمین جنبی در حال در ایستاد. این را هم صاحبای کتاب خدا رحمت کند میگوید از چی بود؟ از کرامات حضرت بودن. دیگر کرامات بسیار عجیب بیان میکنن که بار حضرت علی میگوید که من در خواب جمال رسول اکرم دیدم، نگاه کردم که در محراب از پس رسول اکرم نماز میخوانم. بناگاه نماز تمام شد و رسول اکرم تکیه بر محراب کردند. این زمان یک دخترک در یک طبق خرمای آورد، پیش رسول اکرم گذاشت. رسول الله یک دانه در دهان من گذاشتند، بسیار شیرین بود. دویم دانه را گذاشتند، بسیار لذت زیبایی داشت. بعدا در مردم تقسیم کردند. این زمان بود که از خواب بیدار شدم.
بسیار اشتیاق دیدار رسول اکرم مستم کرد و همان مزه خرمایی که در خوابم رسول اکرم در دهانم گذاشته بود از دهانم دور نمیشد. آمدم که در مسجد حضرت عمر بامداد خوانده ایستادند. از پس ایشان میگوید نیت کردیم خواندیم. این زمان میگوید حضرت عمر تکیه بر محراب کردند. خواستم که خوابم را به عمر بیان کنم که این زمان یک دختره که میگوید حاضر شد و در دستش یک طبق خرما داشت. حضرت عمر میگوید اولین خرما را گرفتن در دهان من گذاشتن، دویم خرما را هم در دهان من گذاشتن، بعداً باقی خرما را همش در مردم تقسیم کردن. حضرت علی گفتند ای عمر، گفتند بسیار خرمای با لذت، بسیار خواهش دارم که اگر سیومش هم در دهان من میگذاشتی. لیکن حضرت عمر گفتند ای علی، گفتند اگر همان شب پیغمبر خدا خرمای سیوم در دهن تو میگذاشت هر آینه عمرم پیرو رسول اکرم میشد. لیکن مادامی که رسول اکرم دو خرما در دهان تو گذاشت منم پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حضرت علی میگه گریان شدن، گفتند آیا وحی قد نشده است؟ نه، گفتند ایمان کامل است، گاه پروردگار این گونه الهام و کرامت برای بندگانش نصیب میگرداند. این بود از بعض کرامات هایی که حضرت عمر رضی الله عنه صاحب بودند. ان شاء الله خدا خواسته باشد من جمعه آینده باز از قصه های حضرت عمر رضی الله عنه برای شما صحبت میکنم تا که ما و شما احوال ایشان، از زندگی ایشان، از برکات و بزرگی ایشان برخوردار شویم. برادرای عزیز، فردا عید است، چگونه که در اول همه شما را ما تبریک کردیم. خدا خواسته باشد کوشش میکنیم که تا ساعتهای 8 یا در ساعت 8 نماز عید البته خوانیم اگر حیات باقی باشد. لیکن فقط تا نماز عید صدقه های فطرتان برادرای عزیز گرامی ادا کنین. بعد از آن سحر پیش از آمدن چیز خورده بیاییم به مسجد و لباس های تازه پوشیدن، خوشبویی ها را استفاده بردن، کوچه ها را تازه و جویبارها را تازه کرده و همه اینها همین روز عید به ذمه هر کدام ما و شما سنت است که البته اجرا کنیم. اگر مبادای کدام تو با کدام ملالی داشته باشین، قهرگی داشته باشین، رفته با یکدیگر آشتی کنین، قهرگی ها را دور کنین که شما از نماز عید و از ثواب روزه محروم میمانید. این حدیث پیغمبر خدا هست. به این خاطر وی رازگی میدهد نمیدهد، یا یگان آدم تکبر و گردن سخت است. به هر حال شما از برای خدا به خاطر ماهی مبارک، به خاطر نماز عید چیکار کنین؟ یک سلام علیک و یک بخشش طلبی بین یک دیگر کنین. اگر چی ویم که نبخشد ان شاء الله شما در پیشگاه پروردگارتان پاداش بلندی را نائل میشوین. خب اینجا یک برادر گفتن در حق پدر و مادرم دیروز صدقه برای مسجد کردن که دعا کنید. گفتن خداوند این برادر ما را پدر و مادرش رحمت و مغفرت کند و در همه کارهای خودش خداوند برار و کشایش نصیب کند، عمر دراز و فرزنداش خدا توفیق و هدایت نصیب گرداند. یک خواهر دیگرم جمعه گذشته در دست ما یک خیر داده بودند برای خاطر مسجد و گفتند در حق فرزندهم دعا کنید و دعا کنید که راننده خوب شوند. خداوند آن مراد و مطلوبی که این خواهر ما دارد خداوند به این مراد و مطلوبش موفقش گرداند. یک برادر دیگر حاجی آدینه داریم در دوشنبه، گفتن در حق طالب علم های مصر که از آن جمله دختر ایشان هم در همونجا میخوانند، گفتن در حقش دعا کنید. خدای مهربان همه طالب علم هایی که در دولت مصر تحصیل میکنن، از اون جمله این خواهر عزیزه، خدا ذهنی ذکی و فهم کامل و در علم عمل کننده خدا نصیبشان گرداند و صحت و سلامت آمده آینده در دین و در جامعه خدمت کردن خدا موفقشان گرداند. اینجا یک مادر دیگر هم گفتن در حق بچم دعا کنید که بچم به سفر مهنتی می رود. خداوند این فرزند هم صحت و سلامت برده رسانده و با صحت و سلامت به خاندان با دست پر آمدن خدا موفقش کند. آمین. اینجا یک سوال تعجیلی آمده است که در مسجدهای نماز 5 وقته نماز عید خواندن ممکن است؟ بعضی ملاها میگویند که در مسجدهای 5 وقته نماز عید نفل می شود.
التماس این سوال را امروز جواب گویید. برادر عزیز، امروز یعنی عین جواب این مسئله نیست، زیرا که امروز فرمان همین است که در کجایی که مسجدهای جامع هستند در همونجا رفتن نمازهای عید خواند. اگه خلاف فرمانهای اونا اگر مثال چیزی از